ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست پر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. ای سرمه کش بلند بینان، در باز کنه درون نشینان. ای بر ورق تو درس ایام، ز آغاز رسیده تا به انجام. گر 7 گره به چرخ دادی، 70 گره بدو گشادی. از آتش ظلم و دود مظلوم، حوال همه تو راست معلوم. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. پیش تو نه دین نه طاعت آرم، افلاس تهی شفاعت آرم. تا غرق نشد سفینه در آب، رحمت کن و دست گیر و دریاب. بردار مرا که افتادم، و از مرکب جهل خود پیادم. هم تو به عنایت الهی، آنجا قدمم رسان که خواهی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. گر هرچه نبشته ای بشویی، شویم دهن از زیاده گویی. در روزگاران قدیم در سرزمینی که قبایل متعددی زندگی می‌کردند، مردی سخاوتمند، مهماندار و مردم دوست به نام عامر در نظام قبیله بزرگ بود و امیر. قبیله او از حکمرانی با کیاستش در آبادانی و رفاه زبان زد و نمونه بود. گوینده داستان چنین گفت: آن لحظه که دور این سخن شد که از ملک عرب بزرگواری بوده است به خوب تر دیاری. می بود خلیفه وار مشهور و از بی خلفی چو شمع بینور. محتاجتر از صدف به فرزند، چون خوشه به دانه آرزومند. می کرد بدین طمع کرمها، می داد به سائلان درمها. ایزد به تضرعی که شاید، دادش پسری چنان که باید. نورسته گلی چون نار خندان، چه نار و چه گل 1000 چندان. امیر عامر پس از داشتن چند دختر، سالها در آرزوی پسری که بتواند جانشین پدر شود طعام می‌بخشید و نظرها به نیت اجابت نشانه می‌زد. سالها گذشت تا اینکه صبح روزی خبر آوردند به امیر عامر که پسری به سان آفتاب نور امید خانه شد و گل بر آستان زندگیش جوانه زد. امیر خوشحال و شادمان 7 شبانه روز برای پسر نورسته جشن در پایکوبی برپا نمود و تمام اهالی را به سفره و طعام مهمان کرد و از خوشحالی نام قیس را بر نورسیده برگزید و بهترین دایه را برایش انتخاب کرد تا در نگهداری و تربیتش همت ویژه داشته باشد. قیس در قبیله هر روز بهتر از دیروز با تیزهوشی و شیرین زبانی خاص و عام را مبهوت ذکاوت و دانایی خود می‌کرد. وقتی هنگام بهار دهم آغاز شد، پدر او را به مکتب دار سپرد تا معلم پسر دردانه‌اش را در کسب علم و دانش سرآمد سازد. قیس مجذوب درس و مشق و گفته های معلم می شود و هر روز بهتر از دیروز در برآمدن تکالیف از شاگردان ممتاز به شمار می آید. اما در این مکتبخانه دختری از قبیله همجوار و ناماشنا هم درس قیس و بچه ها بود به نام لیلی.
آفت نرسیده دختری خوب، چون عقل به نام نیک منصوب. آراست لعبتی شماری، چون سرو سهی نظارگاه. آغوششی که هر زمانی، کشتی به کرشمه جهان. ماه عربی بمودن، ترک عجمی به دل نبودن. در هر دل از هواش میلی، گیسوش و لیلونام لیلی. قیس و لیلی در درس ممتاز بودند، اما آنچه قیس در جواب دادن به سؤالات معلم به لکنت می افتاد، این فقط لیلی بود که از پس واماندگی او برمی آمد و پاسخ را تکمیل می کرد. و هرگاه لیلی در پاسخ درمانده می شد، این قیس بود که او را در می یابید و حل معما را تمام و کمال حواله معلم می کرد. گویی این دو در کسب علم و دانش و پاسخ به سؤالات معلم رقیب نداشتند. شاگردان هر روز از ترقی این دو کلافه و بر نادانی خود سرخورده می شدند و گمان می بردند از چشم معلم می افتند، تا اینکه رشک و حسادت بر آنها چنبره می زند و برای برانداختن این دو ممتاز صدرنشین حیله ها و نقشه ها می کشند. از دلداری که قیس دیدش، دل داد و به مهر دل خریدش. او نیز هوای قیس می جست، در سینه هر دو مهر می رست. این جان به جمال آن سپرده، دل برده لیک جان نبرده. یاران به حساب علم خوانی، ایشان به حساب مهربانی. یاران سخن از لغت سرشتن، ایشان لغتی دگر نوشتن. یاران ورقی ز علم خواندن، ایشان نفسی به عشق راندن. یاران به شمار پیش بودن، و ایشان به شمار خویش بودن. قیس و لیلی در پاکترین احساس با یکدیگر انس گرفتند، اما این همدرسی و همنشینی علمی در نقطه‌ای به عشق مبتلا می شود. قیس مبتلا به عشق زود هنگام می شود و در رفتار با لیلی حساب و کتاب معمول مدرسه را به تکرار زیر پا می گذارد. لیلی هم از کار قیس سرافکنده نیست، بلکه او به تبعیت از رفتار عاشقانه قیس با او دمساز می شود. عاشقانه های لیلی و قیس موجب کنجکاوی همدرسان می شود و در این میان فضولان و رقیبان علمی بر آب و تاب رفتارهای معصومانه دو عاشق آتش بیاره معرکه می شوند. همدرسان چموش راز دلبستگی و دلدادگی بین آن دو را به سان گناهی سنگین برملا دارد. هر روز شایع و یک کلاغ چل کلاغ، از طرفی فرهنگ بدوی عشق را گناه نابخشودنی می‌دانست و نظام مرد سالار هویت زن را انکار و به شدت سرکوب کرد. عشق رمزآلود و حریم عاشقانه دو نوجوان از محیط محدود مکتبخانه به کوچه و خیابان و سراسر قبیله را فرا. هر روز که صبح بردمیدی، یوسف رخ مشرقی رسیدی. زان دل که به یکدیگر نهادند، در معرض گفتگو فتادند. این پرده دریده شد ز هر سوی، زان راز شنیده شد به هر کوی. چون شیفته گشت قیس را کار، در تن بر عشق
شد گرفتار. از عشق جمال آن دلارام نگرفت به هیچ منزل آرام. وانان که نیوفتاده بودند مجنون لقبش نهاده بودند. از بس که سخن به طعنه گفتند از شیفته ماه نو نهفتند. از بس که چو سگ زبان کشیدند ز آهو بره سبزه را بریدند. پدر لیلی بر اساس سنت دیار بدویان و حرمت ناموس پرستی چاره را در پاسخ به افکار عمومی در منع مکتب و حکم به زندانی شدن لیلی در خانه بدون هیچ ملاحظه صادر و به اجرا در می‌آورد. در زندگی بدویان حتی سؤال از دختر یا زن برای عمل کردش وجود ندارد و زن و مادر در دنیای جاهلیت قبیله‌ای به اندازه دایه و کنیز هم مورد مشورت قرار نمیگیرند. این اقدام پدر لیلی شعله آتش و جنون عشق را زیادتر و محدودیت و محکومیت آتش دیدار یار را مشتاق‌تر می‌نماید. بدین سان کار عشق و دوستی این دو به محاق می‌رود، اما شور دلدادگی آنان تماشایی می‌شود. لیلی چو بریده شد ز مجنون میریخت ز دیده در مکنون. مجنون چو ندید روی لیلی از هر موجی گشاد سیلی. میگشت به گرد کوی بازار در دیده سرشک و در دل آزار. میگفت سرودهای کاری میخواند چو عاشقان به زاری. هر صبح دمی شدی شتابان سرپای برهنه در بیابان. هر شب ز فراق بیت خانان پنهان رفتی به کوی جانان. در بوسه زدی و بازگشتی باز آمدنش دراز گشتی. دیری نپایید این هویدای و بی‌پروای عشق و دلدادگی عاشق و معشوق و علاقه قیس به لیلی زبانزد قبیله و مردمان زمانه شد و نام مجنون به جای قیس در میان قبیله عامر و قبایل دیگر شهره گشت. مجنون روزها به کوه‌ها بیابان ریگزار پناه می‌برد و در آوارگی و سرگشتگی سیر می‌کند و شباهنگام به گرد خانه لیلی ساعتها به شبگردی مشغول می‌شود و در طواف حریم عشق دور خانه لیلی به انتظار یک نگاه از پشت پنجره در سوز سرمای سخت تا صبحدم دلدادگی چله عشق به جا می‌آورد. سلطان سریر صبح خیزان سرخیل سپاه اشک ریزان. متواری راه دلنوازی زنجیری کوه عشق بازی. قانون مغنیان بغداد بیاع معاملان فریاد. مجنون غریب دل شکسته دریای ز جوش نانشسته. بیرون ز حساب نام لیلی با هیچ سخن نداشت میلی. روزی که هوای پرنیان پوش خلخال فلک نهاد بر گوش. مجنون رمیده دل چون سیماب با آن دو سیاه ناز برتاب. آمد به دیار یار پویان لب بیت زنان و بیت گویان. میشد سوی یار دل رمیده پیراهن صابری دریده. میگشت به گرد خرمن دل میدوخت دریده دامن دل. لیلی چو ستاره در عماری مجنون چو فلک به پرده داری. لیلی ز خروش چنگ در بر مجنون چو رباب دست بر سر. لیلی نه که صبح گیتی افروز مجنون نه که شمع خویشتن سوز.
لیلی به درخت گل نشاندن، مجنون به نثار دور فشاندن. لیلی چو گل شکفته میرست، مجنون به گلاب دیده میشست. لیلی سر زلف شانه میکرد، مجنون در اشک دانه میکرد. قانع شده این از آن ببویی، وان راضی از این به جستجویی. از بیم تجسس رقیبان، سازنده ز دور چون غریبان. مجنون زندگی آرام، مرفه و درس و مدرسه را وانهاد و آوارگی در کوه و بیابان را برای رسیدن به معشوقش ترجیح داد. عاشق و معشوق، یکی در حبس خانگی و زندان لجاجت و تعصب پدرسالار و دیگری در سرگردانی کوه و بیابان، لحظات دیدار هرچند کوتاه در فاصله دور از کنار سیاه چادرهای قبیله با اشک و سوز و گداز نرد عشق به نمایش می‌گذاشتند و معاشقه‌شان لحظه‌ای با تکانه دستی به پایان. شوربختانه مردان قبیله لیلی رفت عزتشان بر مدار و بهانه آبروداری و ناموس‌پرستی متعصبانه چند حضور گاه و بیگاه مجنون را در حریم سیاه چادر قبیله برنتافت و به محروم کردن مجنون به این دیدار از راه دور حکم و راه ورود به قبیله را و اکنون خان دوم چنان پتکی بر جان مجنون زد که زجرهای عاشقانه شیدایش را شلو کرد. جنون جوانی زبانه می‌کشید و نصایح گاه و بیگاه دوستان و بستگان می‌شنید. پدر مجنون مأیوسانه با عده‌ای از بزرگان و امرای قبیله به شور پرداخت. نتیجه مشورت آهنگ خواستگاری و تسلیم به قبول پیوند و کمک به وصال دو عاشق فرمانده شد. چون راه دیار دوست بستن، بر جوی بریده پل شکستن. مجنون ز مشقت جدایی، کردی همه شب غزل سرایی. سودا زده زمانه گشته، در رسوایی فسانه گشته. خویشان همه در شکایت او، غمگین پدر از حکایت او. پندش دادند و پند نشنید، گفتند فسانه چند نشنید. پند ارچه 1000 سودمند است، چون عشق آمد چه جای پند است. یک روی شد آن گروه را رای، کآهنگ سفر کنند آنجا. از راه نکاح اگر توانند، آن جیفته را به مدرسانند. آمریان با بارهایی از هدایای گرانبها به قبیله لیلی رسیدند و با استقبال و پذیرایی خوشایند مواجه شدند. پدر قیس به شیوه و سنت دیرینه آبا و اجداد سخن آغاز گفتا که مرادم آشنایی است، آن هم ز پی دو روشنایی است. خواهم به طریق مهر و پیوند، فرزند تو را ز بهر فرزند. چندان که بها کنی پدیدار، هستم به زیادتی خریدار. این اظهار کاسبکارانه و فحش-فروشی امیرامر پدر لیلی را خوش نیامد و در ابتدای بیان کاملا ساز مخالف سر داد و پسر عامر را مجنون و عاقل اندر صفی قلمداد کرد و به همین خاطر بهانه آورد و عذر. چون گفته شد این حدیث فرخ، دادش پدر عروس پاسخ. کین گفته نه بر قرار خویش است، میگو فلک به کار خویش است. فرزند تو گرچه هست بدرام، فرخ نبود چو هست خودکام. دیوانگی همی نماید، دیوانه حریف ما نشاید. اول به دعا عنایتی کن، وانگه ز وفا حکایتی کن. با من بکن این سخن فراموش، ختم است بر این
گشت خاموش. بزرگان قبیله عامر ناامید و سرشکسته به منزلگاه‌های خود بازگشتند و با فشار بیشتر و نصیحت تندتر به سرزنش مجنون همت می‌گذاشتند. چون عامریان سخن شنیدند، جز باز شدن دری ندیدند. نومید شده ز پیش رفتند، آزرده به جای خویش رفتند. وانگه به نصیحتش نشاندند، بر آتش خار میفشاندند. کاینجا به از آن عروس دلبر، هستند بتان روح پرور. در پیش صد آشنا که هستی، بیگانه چرا همی پرستی؟ بگذار کز این خجسته نامان، خواهیم تو را بتی خرامان. اما مجنون گوش شنوایی نداشت و جز آهنگ عشق لیلی بر جان و قلبش چیز دیگری طنین انداز نبود. او از طعنه و سرزنش خویشان بیشتر بیقرار میشد و در این هجمه نصیحت و پیشنهاد انتخاب و عروسی با دختران قبیله علاوه بر جنون گریبان چاک میکرد و با داد قال سر به کوه و بیابان میزد، به حدی که صدای سوزناکش تا فرسنگ‌ها در دل کوه و بیابان میپیچید. مجنون چو شنید پند خویشان، از تلخی پند شد پریشان. زد دست و درید پیرهن را، کاین مرده چه می کند کفن را؟ ترکانه ز خانه رخت بربست، در کوشگه رحیل بنشست. دیوانه صفت شده به هر کوی، لیلی لیلی زنان به هر سوی. بنشست و به های های بگریست، که وقت چه کنم دوای من چیست؟ آواز ز خانمان چنانم، کز کوی ز خانه ره ندانم. نه بر سر دیر خود پناهی، نه بر سر دیر دوست راهی. ای بیخبران ز درد و آهم، خیزید و رها کنید راهم. من گم شدم مرا مجویید، با گم شدگان سخن مگویید. از پای فتادم چه تدبیر، ای دوست بیا و دست من گیر. این خسته که دل سپرده توست، زنده به تو به که مرده توست. بنواز به لطف یک سلامم، جان تازه نما به یک پیامم. دیوانه منم به رأی و تدبیر، در گردن تو چرا سنج؟ ای راحت جان من کجایی، در بردن جان من چرا؟ جرم دل عذرخواه من چیست؟ جز دوستیت گناه من چیست؟ این گفت و فتاد بر سر خاک، نزارگیان شدن مملوک. گشتند به لطف چاره سازش، بردند به سوی خانه بازش. مجنون که بلند نام عشق است، از معرفت تمام عشق است. عامر پدر درمانده از کار مجنون برای بازگشت به عقل فرزند و انصراف از جنون عشق از زهر روزنه یاری می‌طلبید و این بار امیر عامر سران قبیله را به شور دعوت کرد و پس از تبادل نظر بزرگان و امیران قبیله چاره جویی را در بردن فرزند به خانه کعبه توصیه نمودند تا شاید از مکان قدسی در موسم حج فرجی حاصل آید برای آرام کردن مجنون عاشق. موسم حج فرا رسید و آنان با مجنون به آستان مراسم ورود کردند. پسر به جهت رعایت ادب و حال و احوال پدر سال خورده و زجر کشیدش حال طبیعی نشان میداد و همین پدر را شادمان کرد. آمد سوی کعبه سینه پر جوش، چون کعبه نهاد حلقه بر گوش.
برفت دست فرزند در سایه کعبه داشت یک چند. گفت ای پسر این نه جای بازیست، بشتاب که جای چار سعادیست. در حلقه کعبه است کس حلقه غم به دو توان رست. گویارب از این نظافه کاری توفیق دهم به رستگاری. دریا که مبتلای عشقم آزاد کن از بلای عشقم. اما در میانه مراسم مجنون با شنیدن کلمه عشق منقطع شد و های گریه کرده و در اوج گریه ناگهان قهقه کنان سرخوشی و سرمستی را در ملأ عام اودیان کرد و پدر را در موسم حج مات و شمس. اون که حدیث عشق بشنید اول گریست پس بخندید. از جای چمار حلقه برجست در حلقه زلف کعبه زد در. می گفت گرفته حلقه در بر که امروز منم شو حلقه بر در. گویند ز عشق کن جدایی کین است طریق آشنایی. من قوت ز عشق می‌پذیرم گر میرد عشق من بمیرم. پرورده عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم. یا رب خدایی خدایی وانگه به کمال پادشاهی. از عشق به غایتی رسانم کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور وین سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه به شراب عشق مستم عاشق‌تر از این کنم که هستم. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی. از عمر من آنچه هست بجای بستان و با عمر لیلی افزای. می داشت به در به سوی او گوش چین قصه شنید گشت خاموش. دانست که دل اسیر دارد درد این نه دواپذیر دارد. چون رفت به خانه سوی پیشان گفت آنچه شنیده پیشه. امیرعامر غمگین و ناامید پس از تلاش بی ثمر عهد می کند دیگر نه قیس را نصیحت کند نه آرزوی شفاعتش را. در بازگشت مجنون را در مسیر راه به حال خود وامی گذارد و خود حیران‌تر از مجنون عاشق به دیار خود باز. خانه نشینی و محصولی لیلی و از طرفی شیدایی و بی‌پروایی مجنون در حرم مقدس کعبه فضولان خوش مسلک و زودفروشان جاهل و تنگ نظر قبیله لیلی را بران داشت که به امیر قبیله خود مراجعه کرده و بر سر و سینه زنند که مجنون با آبروی قبیله ما بازی کرده است و این رفتار پسر عامر بهانه‌ای است به تحقیر آب و اجدادمان. در نتیجه رئیس قبیله با تحریک متعصبان در هوای غرور انگیزی باد در قبقب میاندازد و شمشیر از میان برای کشتن مجنون بر میکشد. خبر تهدید و تصمیم به کشتن مجنون از طرف قبیله لیلی که متعصب و خونریزن به گوش امیرعامر میرسه و امیر با تنی چند پی مجنون تمام صحرا و بیابان رو جستجو کنه تا اینکه در نهایت اون رو در حالی که در خرابه‌ای با نوح سرایی و زمزمه عاشقانه به حال تباه خود نجوا می‌کرد پیدا کنند و پدر مجدداً به نصیحت او می‌پردازد. چون دید پدر سلام دادش پس دلخوشی تمام دادش. مجنون چو صلابت پدر دید در پای پدر چو سایه غلتید. که ای تاج سر و سریر جانم عذرم بپذیر چه ناتوانم از آمدن تو روسیاهم. عذرت به کدام روی خواهم دانی که حساب کار چون است سررشته ز دست ما برون است.
چون دید پدر به حال فرزند، آهی بزد و عمامه بفکند. گفت ای ورق شکن دیده، چون دفتر گل ورق دیده. مانده نشدی ز غم کشیدن، وز تنی دشمنان شنیدن. بنشین و ز دل رها کن این درد، آن به که نگویی آهن سر. آخر کم از آن که گاه گاهی، آیی و به ما کنی نگاهی. عشق از تو آتشی برافروخت، دل سوخت تو را مرا جگر سوخت. نومید مشو ز چاره جستن، کز دانش شگفت نیست رستن. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. گر صبر کنی به صبر بی شک، دولت به تو آید اندک اندک. مسیز که شحنه در کمین است، زنجیر مبر که آهنین است. تو طفل رهی و فتنه رهدار، شمشیر ببین و سر نگهدار. اما مجنون زیر بار نصیحت پدر نمی رود و ثواب و صلاح کار خود را در ادامه همان مسیر گذشته اعلام می دارد و با گریه از نافرجامی رسیدن به عشقش از پدر و دوستانش خداحافظی نموده و سر به کوه دیگر می گذارد. مجنون به جواب آن شکرریز بگشاد لب تبرزدانگیز. گفت ای فلک شکوهمندی، بالاترت از فلک ندیدی. درگاه تو قبله سجودم، زنده به وجود تو وجودم. خواهم که همیشه زنده مانی، خود بی تو مباد زندگانی. زین پند خزینه‌ای که دادی، بر سوخته مرهمی نهادی. زین ره که نه بر قرار خویشم، دانی نه به اختیار خویشم. چون کار به اختیار ما نیست، به کردن کار ما نیست. مجنون چو حدیث خود فرو خفت، بگریست پدر بدان چه او گفت. پس پرده درید و آه برداشت، سوی در و دشت راه برداشت. از هر طرفی خلایق انبوه، نظاره شدی به گرد آن کوه. لیلی با اینکه در ناز و نعمت به سر می‌برد، اما خود را در نرسیدن به مجنون در زندان طعنه زنان و کج اندیشان تنها می‌دید. او همدم و سنگ صبوری برای بازگویی و واخواهی احوال دل خود پیدا نمید. در این محاصره محرم اسراری نداشت که از احوال دل مجنون خبری برایش بیاورد. لیلی خود و مادرش را در نظام قبیله‌ای تنها می‌دید که از معشوق خود جدا شده و مونس و همدمی در خانه محبوس و حصار کج اندیشی پیدا نمی‌کرد. سردفتر آیت نکویی، شاهنشه ملک خوبرویی. رشک رخ ماه آسمانی، رنج دل سرو بوستانی. منصوب گشای بیم و امید، میراث ستان ماه و خورشید. دلبند هزار در مکنون، زنجیر بر هزار مجنون. لیلی که به خوبی آیتی بود، و انگشت کش ولایتی بود. از آهوی چشم نافه وارش، هم نافه هم آهوان شکارش. میرفت نهفته بر سر بام، نظاره کنان ز صبح تا شام. تا مجنون را چگونه بیند، با اون نفسی کجا نشیند. او را به کدام دیده جوید، با او غم دل چگونه گوید. از بیم رقیب و ترس بدخواه، پوشیده به نیم شب زدی آه. می سوخت به آتش جدایی، نه دود در او نه روشنایی. از بس که به سایه راز می گفت، همسایه او به شب نمی خفت.
لیلی گاهی به کوچه می آید تا از این و آن خبر و پیام مجنون را دریافت کند که البته ترانه های عاشقانه و سوز گداز آوازها و غزلخوانی های مجنون به زبان مردم و پسران و دختران قبیله شده و در کوچه و خیابان غمی انداز شده بود و در سینه و حافظه ثبت می‌کرد. او تا فرصت یافت در پوست شتر نجواهایی در پاتوق مجنون می‌نوشت و از دیوار بلند کوچه می‌انداخت تا رهگذران آن را بگیرند، نغمه سرها و به مجنون برسانند. در جستن نور چشمه ما چون چشمه بمانده چشم بر راه، هر جا که ز کنج خانه میدید بر خود غزلی روانه میدید. هر کس که گذشت زیر بامش میداد به بیتکی پیامش. لیلی که چنان ملاحتی داشت در نظم سخن فصاحتی داشت. بیتی که ز حسب حال مجنون خواندی به مثل چو در مکنون. پنهان ورقی به خون سرشتی وان بیتک را برو نوشتی. بر راه گذار فکندی از بام، دادی ز صنم به سر پیغام. آن رقی کسی که برگرفتی برخواندی و رقص در گرفتی. بردی یا بدان غریب دادی کز وی سخن غریب زادی. زینگونه میان آن دو دلبر میرفت پیام گونه‌ای چند. از نغمه آن دو همترانه مطرب شده کودکان خانه. خصمان در طعنه باز کردند در هر دو زبان دراز کردند. اما بدخواهان و کینه توزان سبک مغز با خبرچینی و جاسوسی بر لیلی سخت گرفته و هر بار در راه رسیدن به عاشق سنگ اندازی می‌کرد. چون پرده کشید گل به صحرا، شد خاک بر روی گل مطرا. خندید شکوفه بر درختان چون سکه روی نیکبختان. از لاله سرخ و از گل زرد گیتی علم دورنگ برکرد. از برگ و نوا به باغ و بستان تا برگ و نوا هزار دستان. سنبل سر نافه باز کرده، گل دست به دو دراز کرده. بلبل ز درخت سر کشیده، مجنون صفت آب برکشیده. بر سبزه سایه نخل بندد، بر صورت و سرو و گل بخندد. با بلبل مست راز گوید، غمهای گذشته باز گوید. یابد ز نسیم گلستانی، از یار غریب خود نشانی. روزی در فصل بهار لیلی با دخترکان برای تفریح و هواخوری به باغ سرسبز و خشکوار می رود. از حله به حله نخلگاهش، در باغ ارم گشاده راهش. لیلی و دگر عروس نامان، رفتند بدان چمن خرامان. چون گل به میان سبزه بنشست، بر سبزه ز سایه گل همی بست. ناکرده سخن هنوز پرواز، کز ره گذری برآمد آواز. شخصی غزلی چو در مکنون، میخواند ز گفته های مجنون. کای پرده در سلاح کارم، امید تو باد پرده دارم. مجنون میان موج خون است، لیلی به حساب کار چون است. مجنون جگری همی خراشد، لیلی نمک از که می تراشد. مجنون همه درد و داغ دارد، لیلی چه بهار و باغ دارد. مجنون ز فراق دل رمیده است، لیلی به چه راحت ها رمیده است. لیلی چو سماع این غزل کرد،
بگریست و از گریه سان کل کرد. لیلی که چو گنج شد حصاری، می بود شما در عماری. رهگذری آواز می خواند و لیلی متوجه می شود این همان غزل مجنون است که از زبان مردم قبیله طنین انداز شده است. منقلب می شود. غروب که به خانه آمدند، دختری فضول راز ادامه دلدادگی لیلی را به مجنون برای مادرش بازگو می کند. مادر حیرت زده در می ماند که چه به لیلی بگوید، چون جایگاهی برای گفتگو ندارد. اما لیلی در پس این ماجرا خود را باخته و با تنی رنجور و ضعیف چاره را در بریدن با اقوام و اهل خانه می‌بیند. زمانی دیگر دخترکان به حضور لیلی آمدند و او را به رفتن باغ دعوت کردند. لیلی ابتدا امتناع کرد، اما اصرار همسالان کارساز شده و روانه باغ می‌شود. در باغ جوانی به نام ابن سلام از تاجران و بازرگانان منطقه که مهمان رئیس قبیله بوده، لیلی را دیده و بر جمال او آفرین میگوید. به یک دل نه، 100 دل شیفته و عاشقش میشود. ابن سلام با وعده شیربهایی بسیار سنگین و گران قیمت و اجیر کردن فرد معتبر از قبیله لیلی که در چرب زبانی و اعتبار شهره بود، از لیلی خواستگاری می‌نماید. رضایت اولیه پدر و مادر حاصل شد، اما به حکم سنت تا آماده شدن دختر برای عروسی مهلت پیش پای ابن سلام گذاشته می‌شود. اما لیلی محروم از حق طبیعی خود و ممنوعیت در افشای دلدادگی‌اش به مجنون، بی همدم و ناآرام در گوشه خانه خاموش بود و منزوی و گریان. کان روز که مه به باغ میرفت، چون ماه تو هفته کرده هر هفت. در رأس بنی اسد جوانی، دیدش تو شکفته گلستانی. شخصی هنری به سنگ و سایه، در چشم عرب بلند پایه. گوش همه خلق بر سلامش، بخت ابن سلام کرده نامش. از دیدن آن چراغ تابان، در چاره چو باد شد شتابان. چاره طلبید و کس فرستاد، در جستن عقد آن پریزاد. تا لیلی را به خواستگاری، در موکب خود کشد عماری. هم مادر و هم پدر نشستند و امید در آن حدیث بستند. لیلی پس پرده عماری، در پرده دریز پرده داری. افتاده چو زلف خویش در تاب، بی مونس و بی قرار و بی خواب. از طرفی مجنون در بیابان به فردی از امرای قبایل معروف و جنگاور به نام نوفل برخورد می کند که در شمشیرزنی و شکار خبره بود. نوفل وقتی حال نزار مجنون را دید و به اشعار جانسوزش گوش داد، به مجنون گفت: بازگو کیستی و چرا این چنین؟ مجنون برای اولین بار کسی را یافت که درد دلش را به راحتی گوش کرده و او را دیوانه خطاب نمی کند. نوفل چو شنید حال مجنون، گفتا که ز مردی است اکنون. کین دل شده را چنان که دانم، کوشم که به کام دل رسانم. آنگاه ورا به پیش خود خواند، با خویشتن به سفره بنشاند. می گفت فسان های گرمش، چندان که چو موم کرد نرمش. خوش دل شد و آرمید با او، هم خورد آشمید با او. با او به بدیه خوش در آمد، چون دید حریف خوش برآمد. فل با شنیدن شرح حال وعده مجنون قصد و وعده کرده هر چه در توان دارد برای این جوان عاشق انجام. تو را به زر و به زور و بازو، گردانم با تو هم ترازو. گر مرغ شود هوا بگیرد، هم چنگ منش قفا بگیرد.
در باشد چون شرار در سنگ، از آهنش آب فراد چنگ. چون همسه تو نگردد آن ماه، از وی نکنم کمن کوتاه. نوفل برخلاف دیگران با مجنون همزاد پنداری کرده و بر حق به جانبی مجنون سهه می‌گذارد و با او هم آهنگ شد و این باعث می شود که مجنون رام شده اشعار بیشتری را برای نوفل بخواند. نوفل در میانه‌های سوز و گداز و نجوای عاشقانه او را دلداری می‌کند، اما مجنون ناامید از وصال با لیلی رسیدن را هرگز تصور نمی‌کرد. نوفل به حکم جوانمردی و دستگیری با مجنون عهد می کند تا مردانه برای او قدم بردارد و از او قول می گیرد تا حصول نتیجه راه متانت و حوصله را بر هر گونه اقدام سبکسرانه و انگشت نمایی خلایق در پیش گیرد تا اطرافیان لیلی بهانه دیوانگی نیاورده تا در دادن جواب مثبت خلع سلاح شود. میساق نمود خود سوگند اول به خدایی خداوند که از راه وفا به گنج و شمشیر کوشم ز تو گل بلکه تو شیر. لیکن به تو هم توقعی هست تشریفتگی رها کنی دست بنشینی و ساکتی پذیری روزی دو سه دل به دست. مجنون به سکونت و گرانی شد عاقل مجلس معانی. مدتی گذشت. مجنون در آرزوی اقدام کارساز نوفل و رسیدن به وصال لیلی در روال زندگی عادی سرخوش بود، اما ذره ذره ناامیدی و یأس در چهره‌اش نمایان می شود و پس از چندی روزی در مجلسی ترانه‌ای در بدعهدی نوفل به طعنه می‌خواند. روزی دو به دو نشسته بودند، شادی و نشاط می‌فزودند. مجنون ز شکایت زمانه بیتی دو سه گفت عاشقانه. صد وعده مهر داده ویشی بانی وفا نکرده پیشی. نوفل ز چنین عتاب دلکش شد نرم چنان که موم از آتش. برجست و عزم راه کوشید، شمشیر کشید و درد پوشید. صد مرد کز این کارزاری پرنده چو مرغ در سواری. چون بر در آن قبیله زدگاه قاصد طلبید و داد پیغام. لیلی به من آورید حالی ورنه من و تیغ لاابالی. این سرزنش و گله‌گذاری برای نوفل گران می‌آمد و در اقدام سریع همه راهکارهای مربوط به خواستگاری را می‌سنجد و آماده رفتن به سوی قبیله لیلی می‌شود. او با 10 سرباز رزمنده آماده سفیری را به سوی خانه لیلی روانه و از پدرش برای مجنون دخترش را خواستگاری، اما با جواب منفی روبرو می‌شود. نوفل آنان را به جنگ فرا می‌خواند و کارزار در مجنون در جنگ عجیب دیوانگی می‌کرد و گاهی سربازان خود را از حمله باز می‌داشت. یکی از سربازان جنگاور نوفل حال عجیب و رفتار غیر منطقی او را دیده بود و او را سرزنش کرد، اما مجنون در جواب میگوید وقتی یارم در روبرویم باشد من اکنون دوست میشناسم و نه دشمن، تمام لشکر فدای دوست ما. این سخنان سربازان نوفل را به تعجب وامی‌دارد. مرد به اوج میرسد. جنگ به سود قبیله لیلی رو به پایان است که نوفل با همه رشادت و دلیری حریف را قدر و با انگیزه ارزیابی می‌کند. از ادامه جنگ منصرف شده و آشتی را بر خصومت ترجیح می‌دهد و بلافاصله صلح.
دو دسته جنگی به قبایل خود مراجعه کردند و مجنون از اقدام صلح نوفل بسیار ناراحت بود و زخم زبان و زهر تیر کنایه را نثار و حواله نوفل کرد. نوفل باز هم مدارا و مروت را در مقابل مجنون پیشه نمود و از رفتار خود از سر ناچاری یاد کرد تا در فرصت مناسب عده بیشتر جمع کند و کارشان را یکسره سازد. نوفل پس از چندی بر قرار خود با مجنون سربازانی را تجهیز کرد و بر قبیله لیلی یورش برد. سپاه نوفل با اشراف بر آنان غلبه یافتند و پیروزی شدند و از سران قبیله لیلی برای بخشش به پیش نوفل فقط رهایی آنان را در دادن لیلی شرط می‌کند. پدر لیلی زیرکانه در جلوی پای نوفل به خاک می‌افتد و زانو می‌زند و التماس کنان از نوفل تقاضای او در شرط دادن لیلی می‌کند. چند روز که نوفل آن سپه راند، بیننده بدو شگفت درماند. خصمان چو خروش او شنیدند، در حرب شدند و صف کشیدند. سالار قبیله با سپاهی، بر شد به سر نظارگاهی. صحرا همه نیزه دید و خنجر، وافا گرفته موج لشکر. کردند نبردی آنچنان سخت، کز اره تیغ تخته شد تخت. بر خصم زدند و برشکستند، کشتند و بریختند و خستند. پیران قبیله خاک بر سر، رفتند به خاکبوس آن در. کردند بسی خروش و فریاد، که ای داور داده بده داد. ای پیش تو دشمن تو مرده، ما را همه کشته پیر و برده. گفتا که عروس بایدم زود، تا گردم از این قبیله خوشنود. آمد پدر عروس غمناک، چون خاک نهاده روی بر خاک. که ای در عرب از بزرگواری، در خرد سری و تاجداری. مجروحم و پیر و دل شکسته، دور از تو به روز بد نشسته. گر دخت مرا بیاوری پیش، بخشی به کمینه بنده خویش. راضی شوم و سپاس دارم، و از حکم تو سر برون نیارم. بر آتش تیز بر فروزی و او را به مثل چوب عود سوزی. ورزان که در افکنی به چاهش، یا تیغ کشی کنی تباهش. از بندگی تو سر نتابم، روی از سخن تو بر نتابم. پدر لیلی در پایان پس از التماس زبان تهدید را چاشنی تقاضایش اگر اصلاح کنی لیلی را سر بریده و جلوی سگ می‌اندازند، اما به مجنون دیوانه می‌گویند. نوفل خود دچار سرگشتگی حیرانی شد و در این تردید همراهان نوفل به یاری پدر گریان لیلی شدند و از جنون مجنون شکایت کرد. زاری توأم با تهدیدهای پدر لیلی و سرزنش همراهان نوفل را از پافشاری بر تسلیم لیلی سر ما ندهم به دیو فرزند، دیوانه به بند به در بند. خو کرده به کوه و دشت گشتن، جولان زدن و جهان نوشتن. در کف او نهی زمامم، و از ناز تو بی نیاز گردم. برم سر آن عروس چون ماه، در پیش سگ افکنم در این راه. فرزند مرا در این تحکم، سگ به که خورد که دیو مردم. چون اون ورقی چنین خواند، نوفل به جواب او فرو ماند.
پی زبان بازی توأم بازاری و زیرکی نوفل دست از پافشاری می کشد و راه بازگشت را ترجیح می دهد. اما مجنون از رفتار نوفل آسوده شد. اقدام نوفل مجنون را دیگرگون نموده و ناامید و غضبناک بر اسب تاخت می کند و دل به کوه و بیابان می زند. از هرچه آدم قبیله بیزار شده و تصمیم می‌گیرد گوشه‌ای در بیابان عزلت اختیار کند و همراز وحوش شده و به حیوانات بیزبان طبیعت پناه ببرد. مجنون شکست دل در آن کار، دل خسته شد از گزند آن خار. آمد بر نوفل آب در چشم، جوشنده چو کوه آتش از خشم. از دست تو صید من چرا رفت، بان دست گرفتنت کجا رفت. تشنه ام به لب فرات بردی، ناخورده به دوزخم سپردی. این گفت و عنان از او بگردان، یک اسبه شد و دو اسبه بیران. روزی سرگشته در بیابان صیادی را می‌بیند که قصد شکار آهو. چشمان زیبای آهو را به سان چشم لیلی تصور می‌کند و با صیاد به گفتگو می‌پردازد تا او را از شکار آهو منصرف کند. مجنون تمام هم خود را به کار می‌گیرد تا حس مهربانی به حیوانات را در صیاد بیدار. گفتا سخن تو کردمی گوش، گر فقر نبودمی هماموش. نخجیر 2 ماه قیدم این است، یک خانه عیار و صیدم این است. گر بر سر صید سایه داری، جانباز خرشک مایه داری. مجنون به جوابان تهیده است، از مرکب خود سبب فروج است. آهو تک خویش را بدوزاد، تا گردن آهوان شد آزاد. شکارچی رام شده گرسنگی اهل خانه را بهانه می‌آورد. مجنون اسب خود را به وی می‌بخشد و صیاد بدون شکار آهو روانه منزل می‌شود. روزی دیگر به صیادی برمی‌خورد که گوزنی شکار کرده. مجنون در گفتگو با صیاد را متقاعد می‌کند که سلاحش را بگیرد و در عوض گوزن را آزاد کند. و چنین شد که مجنون بدون اسب و سلاح راه بیابان را در پیش بگیرد. روزی دیگر مجنون آواره در نزدیکی‌های قبیله پیرزنی را دید که پیرمردی دلسوخته را با گردنی ریسمان آویخته به ستمی می‌کشد و در قبیله می‌چرخاند. مجنون علت را جویا می‌شود و پیرزن می‌گوید او عدیل من است و از این راه من و این پیرمرد خرج زندگی خود را تأمین می‌کنیم. نصف و هر دو راضی هستیم. اما مجنون گریه می‌کند و خواهش می‌کند که او را به جای پیرمرد بدون مزدی قبول و در مناطق بچرخاند. زن ابتدا تعجب می‌کند ولی با اصرار اسیرگردانی مجنون را در قبایل می‌پذیرد. در نهایت یک روز به منزلگاه لیلی می‌رسند. چون بر در خیمه رسیدی مستان سرود برکشیدی. لیلی گفتی و سنگ خوردی، در خوردن سنگ رقص کردی. بگریست بر آن چمن بزاری، چون دیده ابر نوبهاری. اینک سر و پای هر دو در بند، گشتم با عقوبت تو خودسر. من گر به مسافه تیغ و تیرم، در پیش تو بین که چون اسیرم. در پای تو به که مرده باشم، تا زنده و بی تو جان خراشم. چون نیست مرا بر تو راهی، زین پس من گوشه ای آهی. وقتی به جلوی خانه لیلی میرسند، پیرزن ریسمان مجنون را میکشید و خلایق در حین تماشای نمایش مبلغی را هدیه میکردند.
یک لحظه مجنون با پاره کردن زنجیر و رها کردن خود از افسار با فریاد بر سر و صورت خود میکوبد و همه را مات و مبهوت میکند و با آوازها و نغمه های جانسوز و عاشقانه به سمت بیابان ریگزار روانه میشود. از طرفی لیلی بر اساس عاشقانه‌های مجنون شهرتی فراتر از قبیله و دختران دیگر می‌یابد و همین باعث می‌شود خواستگاران کوچک و بزرگ به تکاپو افتاده و از قبایل دور و نزدیک مشتاقانه به سراغش بیایند. لیلی در این آمد و شد و هواخواهان متعدد و مختلف می‌سوخت و از سرکوبی عشق رهایی نداشت. از طرفی تعصب فرهنگ جاهلیت او را در حصار و محکومیت قرار داده بود. اما یکی از پروپا قرص‌ترین خواستگاران ابن سلام بود که بر به دست آوردن لیلی پافشاری می‌کرد. او در مدت مهلت پدر و مادر برای آمادگی عروسی تحفه‌ها و هدایای گران قیمت و فراوان همراه با افراد پرنفوذ و خوش‌بیان به سراغ پدر لیلی می‌فرستاد. سفیران ابن سلام در وصف او با به کارگیری الفاظ صرف کننده او را فردی نمونه بخشنده صاحب مقام و پر از سجایای خوب معرفی کردند. در این کشمکش دلالان با گسیل هدایا پدر و اطرافیان لیلی را مسحور کرده بودند. آمد پدرش زبان گشاده و فقر امامه کج نهاده. نوفل که خدا جزا دهاده کرد از در ما خدا دهاده و او نیز به هجر گشت خرسند داند آن طمع ز بست برکند. لیلی ز پدر بدین حکایت رنجید چنان که بی نهایت. در پرده نهفته آه می‌داشت پرده ز پدر نگاه می‌داشت. چون رفت پدر ز پرده بیرون شد نرگس او ز گریه گلگون. چندان ز ره دو دیده خون را که از راه خودان غبار بنشاند. عهدی نه که قصه باز گوید یاری نه که چاره باز جوید. هر کسی به ولایتی و مالی می جست ز حسن او وصالی. از در طلبان آن خزانه دلال هزار در میانه. این دست کشیده تا برد مه آن سینه گشاده تا خورد شه. از مشتریان برج آن ماه 100 زهره نشست گرد خرگاه. چون ابن سلام از آن خبریاب بر وعده شرط کرده بشتاب. آمد ز پی عروس خواهی با تاج و شکوه پادشاهی. مهلت تمام شد و پدر به کنار لیلی آمد و انگار نه انگار لیلی داغ بر دل مجنون دارد. پدر خود را به ندانستن زد و با غروری جاهلانه گفت خوشبختانه نوفل از حمایت مجنون و جنگ با قبیله ما دست کشید. دخترم به وقت قرار تو باید همسری ابن سلام را قبول کنی. پدر بدوی متعصب زرندود دلش به ابن سلام گره خورد، اما دختر دلش به مجنون آراسته بود و ناچارم برخلاف خواسته‌اش برای خلاصی و رهایی از زندان تعصب و سختگیری پدر تن به ازدواج با ابن سلام داد. آمد خزینه های بسیار عنبر به من و شکر به خروار.
با پیشکشی ز هر طرایق، آورده ز روم و چین و طایف. قاصد بشد و خزینه را برد، یک یک به خزینه دار. وانگه به کلید خوش زبانی، بگشاد خزینه نهانی. کین شاه سوار شیر پیکر، روی عرب است و پشت لشکر. صاحب طبع و بلند نام است، اسباب بزرگیش تمام است. قاصد چو بسی سخن در این راند، مسکین پدر عروس درماند. بر کردن آن عمل رضا داد، مه را به دهان اژدها داد. چون روز دگر عروس خورشید، بگرفت به دست جام جمشید. آمد پدر عروس در کار، آراست به گنج کوی و بازار. بر رسم عرب به هم نشستند، عقدی که شکسته شد باز بستند. ابن سلام با برپایی جشن و سرور برترین مراسم عقد را برپا کرد و او را به همسری خود برگزید و در نهایت لیلی را با احترام به یار و قبیله خود میبرد. چون صبحدم آفتاب روشن، زد خیمه بری کبود گلشن. سیاره شب پر از اوان شد، بر دجله نیلگون روان شد. داماد نشاطمند برخاست، از بهر عروس محفل آراست. چون رفت عروس در عماری، بردش به بسی بزرگواری. اورنگ و سریر خود بدو داد، حکم همه نیک و بد بدو داد. روزی دو سه بر طریق آزد، می کرد به رفق موران نر. لیلیش توپانچه‌ای چنان زد کافتاد، چو مرده مرد بی خود. گفت اردگری اول نمایی، از خویشتن و ز من برآی. سوگند با آفریدگارم، کار است به صنع خود نگارم. کز من غرض تو بر نخیزد، ور تیغ تو خون من بریزد. چون ابن سلام دید سوگند، زان بت به سلام گشت خرسند. دانست کز او فراغ دارد، جز وی دگری چراغ دارد. گفتا چو ز مهر او چنینم، آن به که در روز دور بینم. خرسند شدن به یک نظاره، زان به که کرد ز من کناره. زان پس که جهان گذاشت با او، بیش از نظری نداشت با او. تن عشق نهفته شد هویدا، وان راز چو روز گشت پیدا. برداشته رنج ناشکیبش، از شوهر و از پدر نهیبش. چون عشق سرشته شد به گوهر، چه باک پدر چه بیم شوهر. اما لیلی پس از عقد و رهایی از زندان پدر هرگز روی خوشی به ابن سلام نشان نداد. ابن سلام ناچار کوتاه آمد تا زمان مسیر علاقه لیلی را هموار سازد. او از همنشینی با لیلی صرف نظر نمیده و به نگاه و همکلامی با او خوشحال بود و شاکر. اما لیلی به رغم رهایی از زندان پدر، روزگارش رفته رفته غمگسار میشد. 1 سال از این ازدواج بدون همنشینی گذشته بود که مجنون غافل از سرنوشت لیلی با رهگذری در بیابان برخورد نموده که او را از ازدواج لیلی با ابن سلام آگاه می‌کند و مجنون
کوه آتش می شود و شعله جانکاه این خبر بر جانش زبانه می زند. نشاطه این عروس نوعه در جلوه چنان کشیدش از مه، چون گشت به شوی پای بسته بود اسبی دوست دل شکسته. غمخوار او غمی دگر یافت، کز کردن شوی او خبری یافت. گشته خود فرشته فامش، مجنون تر از آن که بود نامش. شد سوی دیار آن پری روی، باریک شده ز موی چون موی. با او به زبان باد می گفت که جفت نشاط گشته با جفت. او آن دو به دو نشستن، عهدی به 1000 عهده بستن. دیرم دلت از سر وفا شد، آن دعوی دوستی کجا شد؟ من مهر تو را به جان خریده، تو مهر کسی دگر گزیده. با یار نو آنچنان شدی شاد، از یار قدیم نام بری یاد. برداشتی اولم به یاری، بگذاشتی آخرم به خواری. آن روز که دل به تو سپردم، هرگز به تو این گمان نبردم. کردی دل خود به دیگری گرم، وز دیده من نیامدت شرم. سلطان رخت به چتر مشمین، هم ملک حبش گرفت و همچین. از خوبی چهره چنین یار، دشوار توان برید دشوار. تدبیر دگر جز این ندانم، کین جان به سر تو برفشان. مرد رهگذر و غافل از عشق مجنون، از حرکات و داد و فریاد او می‌ترسد و آرام آرام به رفع و رجوع خبر اولیه و ناز و نوازش مجنون مشغول می‌شود و اصل ماجرا را کتمان می‌کند. اما ناله‌های مجنون آنقدر سنگین و پرگداز بود که پژواک صدایش پس از بازگشت از کوه تکرار می‌شد. نوای ناله مجنون در از دست دادن لیلی گدازنده بود و غمگنانه. خروش ناله مجنون این شتر سوار را به درد آورد و پشیمانش کرد. او هرچه تقلا کرد تا به مجنون بفهماند سخنان خبرش بر مدار مزاح و شوخی بود، موفق نشد. مجنون بیگمان در شک و تناقض سخنان اولیه مرد بدوی تردید را کنار گذاشت و نالان و گریان، سرکوبان و غزلخوان به سمت کوه روانه شد و این بار در غزلهایش باب جدیدی را برای معشوق بازگو می کند و آن گلایه از لیلی بود که در میانه وصال او را تنها گذاشت. و امروز به ترک عهد گفتن، رخ بیگنهی ز من نهفتن. گر با دگری شدی هماغوش، ما را به زبان مکن فراموش. چو در سر باغ جوانیم، آه همه رنج باغبانیم. این فاخته رنج برد در باغ، چون میوه رسید میخورد زاغ. بپریختیم به عهد و سوگند، کان تو شوم به مهر و پیوند. عاجز شدم ز خوی خامت، تا خود چه توان نهاد نامت. بیداد تو گر شعام کاه است، زیبایی چهره عذرخواه است. آن را که چنان جمال باشد، خون همه کس حلال باشد. هم با تو شکیب را دهم ساز، تا عمر کجا عنان کشد باز. و بدین ترتیب مجنون در سرگردانی بیابان و همدمی با حیوانات اهلی و وحشی بیخبر از چگونگی ماجرای شوهر کردن اجباری لیلی، بر ادامه بریدن از جامعه
بدوی بی عشق و بیکار، نااهل و ناشکیب، بیمونس و نازری و بی معرفت و دلازار پافشاری. نشان